درود و مهر و عشق خدمت لاکشمی تراتی های عزیزم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز تو اینستاگرام داشتم میچرخیدم، حالا پیامایی که فرستاده بودید و اینا، دیدم که خیلی‌ها گفتن که شاینی ببین الان حال و اوضاعش بدون ما چطوره، آیا خوش بهش میگذره با دور و بریاش، انرژیش چیه. گفتم خب حالا که اینقدر پیام روی این موضوع اومده و نیت شاید برای خیلی‌ها ممکنه که این اتفاق بیفته که ذهنشون درگیر این مسئله باشه، روی این مسئله پیش بریم. دوستانی که از شخص مقابلتون خبر ندارید، کاتید، بلاکید، فرقی نمیکنه، یه ساله، یه ماه، یه روزه، هیچ فرقی نمیکنه. طرف اصلا بدون اینکه چیزی بگه گذاشته از رابطه رفته بیرون، یا هر اتفاقی که افتاده و سکوت الان توی رابطه هست. بریم ببینیم شخص مقابلتون در چه حالی الان. شخصی که تو ذهن شماست در چه ارتعاش، انرژی و فرکانسی هست. شخصی که تو ذهنتونه والا امروز ارتعاشش همچین بدک نیست، یعنی داره سعی میکنه متعادل بره جلو، میانه روی کنه، داره تلاش میکنه، امید توی قلب و روح این آدم هست، امید به آینده داره این آدم. و چیزی که میبینم اینه که درسته رابطه یه جورایی ضربه خورده، کات شده، تموم شده، بلاک شده، نمیدونم از بین رفته، اما این آدم انگار میخواد تمرکزش رو جمع کنه و بیاره روی این مسئله. ببینید امروز یه ذره درگیر مسائلی مثل ماشین، خونه، خرید، فروش، سرمایه گذاری کردن و اینجور مسائل میتونه باشه. یعنی درگیری های ذهنی این چنینی هم داره تلاش میکنه روی این مسائل. اما ببینید اینجا ثبات رو داره نشون میده. یعنی در مورد شما اگه بخوایم این 6 تا کارت رو فکر کنیم و روش فوکوسمون رو بذاریم، دلش ثبات میخواد، دلش رسیدن میخواد، دلش تمرکز روی این رابطه میخواد و انگار که انرژیش اینه که من باید تلاش کنم اگه این شخص رو میخوام، و امیدش توی قلب و روح این آدم هست. یعنی توی خیال پردازی ها شما و خودش رو زیر یک سقف میبینه اگر رابطه ازدواجیه، یا مثلا به یک ثبات رسیدن میبینه توی این رابطه. ببینم اعترافش چیه. میگه تو بعضی وقتا وقتی من صحبت میکنم انگار متوجه حرفایی که بهت میزنم نیستی، اما من زمانی که تو حتی ساکتم هستی منظورت رو میفهمم. میگه دلم میخواد که مثل بارونها منو دوست داشته باشی، یه جوری منو بغل کن و فشار بده و دوست داشته باش که نتونم فرار کنم. یعنی یه عشق مضاعف از شما میخواد و میگه نمیتونم بهت بگم بیا، اما بیا، منتظرت. خب چرا نمیتونی بگی بیا؟ علت این که نمیتونی بگی بیا چیه؟ چرا خودت قدم بر نمیده؟ چه توقع از طرف مقابل داری؟ میگه خب یه اتفاقی افتاده، فاصله ایجاد شده، بی‌عدالتی کردم، یا تو داری بی‌عدالتی میکنی و خب نمیتونم الان روشو ندارم بیام به تو چی بگم. اگه طرفتون خودش به شما بدی کرده روشو نداره واقعا بیاد و یه احساس بدشانسی، یه احساس این که خب دیگه خراب شد، حالا من برم چی بگم. از یه طرفم از کارما میترسه، مونده توی قضاوت ها و این که من چجوری جلو برم ولی منتظره که شما برید جلو و شما یه حرکتی انجام بدید و امید داره یه دری به تخته‌ای بخوره و یه اتفاقاتی بینتون بیفته. ببینم توی این ارتباط، توی این رابطه، مشکلی که چش این آدم رو الان در حال حاضر خیلی داره میترسونه و باعث میشه که این آدم همش عقب وایسه چیه؟ چه مشکلی این آدم الان توی این رابطه خیلی داره این آدم رو میترسونه؟ میگه مشکلاتی که از گذشتش به همراهش. یعنی چی؟ رابطه بدی داشته که خیلی اثرات بدی رو ذهنش گذاشته، خانواده کنترلگرا، مادر کنترلگرا، پدر کنترلگرایی داشته و اثرات بدی رو این گذاشته. و میگه من و تو از قبل انگار همدیگر رو میشناختیم، انگار که توی مثلا تناسخ‌های قبلیمون ما جفت روحی بودیم ولی به هم نرسیدیم و درس‌هایی رو باید از همدیگه بگیریم. میگه من و تو خیلی متفاوت هستیم. مثلا یکیتون یک کسی که تحصیل کرده است،
یکیتون از این جواناییه که لاابالی اصلا نگم برات. خب یا نه اعتقادات مذهبیمون فرق میکنه، تو مثلا شیعه‌ای من نمیدونم فلانم، من مسیحی هم تو فلانی، یا طرز فکرامون فرق میکنه. پس میگه من و تو فکر میکنم که خیلی مال دو تا دنیای متفاوت از هم هستید. و میگه مشکلات خانوادگی، زخم هایی که باید ببینید درمان بشه. بچه این زخم ها موضوعش خیلی مهمه، لطف کنید خیلی به این مسئله دقت کنید. ما سوای تاروت خانیامون همیشه گفتیم تاروت ما داریم ازش استفاده میکنیم برای اینکه آگاهی بگیریم و بدیم به شما، آگاه تر بشیم، انسانهای آگاه تری بشیم. ما جنبه مثبت تاروت رو داریم استفاده میکنیم و دنبال نور و حقیقت و آگاهی و رشد هستیم از تاروت. ببینید اینجا داره بهتون میگه شفای زخم ها. بچه‌ای که با یک زخم خانوادگی، چه دختر و چه پسر، بزرگ میشه، رشد میکنه و اون زخم رو نمیشناسه و درمان نمیکنه، دیدی باش میری تو رابطه، میگه ببین من همینم که هستم، میخوای بخوان نمیخوای به سلامت. خب من همینم که هستم یه منم بزرگ پشتشه، یه ایگوی لجبازی بزرگ پشتشه، یه خودشیفتگیه که این بچه مثلا از باباش فقط اینو دیده که آقا من نباید تو هیچ بحثی کوتاه بیام، طرفمو باید له کنم، از روش رد شم، برم و حرف خودمو به کرسی بشونم. یاد بگیریم زخم هامونو بشناسیم و درمان کنیم. اگه درمان نکنید وای به حال اون بدبخت دختر و پسری که با شما میخواد بره تو رابطه. متوجهید؟ وای به حال اون بچه‌ای که میخواد زیر دست شما بار بیاد و بزرگ بشه. پس لطفاً این قضیه رو جدی بگیرید. اینجا هم داره همین رو میگه باید زخم‌های خانوادگی درمان بشه توی این رابطه تا این شخص بتونه قدی علم کنه، حرکتی انجام بده و بتونه اصلا کاری کنه توی این رابطه. ببینم حرف دلش براتون امروز چیه. ببین میگه تو تنها صاحب قلب من هستی، یعنی از لحاظ احساسی خیلی به شما وابستگی داره این آدم، وابستگی شدیدم داره، دوست داشتن شدید هستش و داره میگه که ترس هایی دارم، این ترس ها داره منو مجبور میکنه بدون تو بمونم. ترس از ازدواج، ترس از مسئولیت پذیری، ترس از مادیات، ترس از خانواده و خیلی چیزهای دیگه. میگه اما من عاشق همه چیه تو شدم، ذره ذره وجود تو، صدات، چشات، حرفات، قدت، هیکلت، نمیدونم حالا همه چیت. میگه من به ذره ذره تو به اصطلاح عاشق شدم. آیا با این تفاصیل که میگه عاشق شدی و ترس داری، آیا به زودی قدمی برمیداری توی این رابطه؟ لطفاً به من بگو. میگه باید بیشتر فکر کنم. اینجا حاکمی که اومد حاکم شمشیره. حاکم شمشیر از عقلش میگه. عنصر هوا، عنصر خاک و آتش رو داره توی این سه کارت نشون میده و میگه داره تحلیل میکنه. من اگه برم به سمت ازدواج با این آدم تش به کجا میرسم؟ اگه قرارداد ببندم با این آدم، قرارداد احساسی، تش چی میشه؟ ببینید بررسی میکنه، تحلیل میکنه. آدمی هم هستش که منطقی هستش یه جورایی و بیشتر از احساس منطقش براش مهمه. دلش میخواد منصف تصمیم بگیره اما با عقل. ولی آدمی هم هست که عشق به فرمان روایی هم داره تا دلت بخواد و یک تصمیم مهم رو برای این آدم داره نشون میده. ببینید اینجا 10 سکه اومد، 10 سکه ازدواج رو نشون میده، موفقیت رو نشون میده. یعنی داره 2 تا 4 تا میکنه. اگه این تصمیم رو با تو بگیرم، من به این موفقیت حالا احساسی، مالی، عقلانی در کنار هم میرسم، آیندم چی میشه؟ الان ببین نمیخواد تصمیم بگیره، تو مود تحلیله، تو مود ابعاد سنجیدن، تو مود بررسی کردنه و یه ذره داره از افکارش به شدت استفاده میکنه. آینده این ارتباط چی میتونه باشه؟ آینده این رابطه رو کارتامون همه پرواز کرد، ریخت و رفت. خب تا کارت ها رو بهمون بدن، حالا ما یه مقدار بر بزنیم بقیه کارت ها رو. آینده این رابطه چه خواهد بود؟ متشکرم. خب آینده این رابطه، ببینید رابطه سختی، خب رابطه آسونی نیست، چون شفای تروماهای خانوادگی و
فاکتورهای متفاوت دینی و حالا چیزهای دیگه و اینا چیزایی نیست که توی یه روز دو روز بتونی حل کنی. ذاتاً هم داره میگه که فشار زیادی رو این آدم هست، اما یه تایمی رو شاید با این آدم بلا تکلیف باشید. خب یه تایمی رو شاید بلا تکلیف باشید، اما این آدم عاشق شماست و از این تایم بلا تکلیفی میرید به سمت کرالیچه سکه. کرالیچه سکه بانویی که میدونه چی میخواد، میدونه چی میخواد. خب متوجه میشه که آقا من دیگه چی میخوام. شما یه تایمی اگه خودت خانومی تو این رابطه میمونی، خب تو این رابطه میمونی، منتظر میشی ببینی این طرف چی کار میخواد کنه، میاد جلو نمیاد جلو، حرکت میکنه نمیکنه. اگه حرکت کرد که خیلی عالی، اما اگه حرکت نکرد شما میگید عطاتو به لقات بخشیدم، خداحافظ خداحافظ. یه سریاتون این اتفاق براتون میفته، یعنی دیگه میفهمید که چی میخواید، جایگاهتون چیه، این آدم میتونه اون چیزی که من میخوامو بده یا نه و تصمیم نهایی رو شما میگیری. خب و میری دنبال زندگی خودت، سرنوشت خودت و حالا اون چیزهایی که هستش، شخص جدید. و اما یک سریاتون بعد از یه تایم بلا تکلیفی این آدم یه جورایی تو اون فاز عشق قرار میگیره، تو اون فاز منطق قرار میگیره و میاد با موفقیت. یعنی چیزی که من دارم میبینم تصمیم این آدم بیشتر به سمت این هست که میاد به سمتتون برای اینکه حالا یک سری از توقعاتی که دارید رو به اصطلاح به مرحله اجرا بذاره و ولی در اصل غرورش و حالا اون منمیت خودش هم حفظ کنه. اینو حفظ میکنه اما خواسته شما رو هم انجام میده. اما یک سریاتون هم واقعا میفهمید که خب این آدم به درد من نمیخوره. باز اینجا عنصر خاک و آتش رو خیلی داره پررنگ نشون میده. بعد از یک تایم بلا تکلیفی مخصوصا توی شهریور ماه داره نشون میده، یعنی توی یک واده زمانی 6-7 ماه آینده، مرداد شهریور، تکلیف کاملا انگار مشخص میشه توی رابطتون، توی زندگی احساسیتون و دیگه تصمیم نهایی انگار توی رابطه گرفته میشه. ولی یه تایمی ببینید بلا تکلیفی رو با این آدم باید بگذرونید تا این زخماش شفا پیدا کنه، تا این از اون مود بچه سانیش بیاد بیرون. یا علی، یعنی بعد زمان ببره تا این اون فاکتورها رو به قول معروف درست کنه، حساب کتاباشو بکنه، تغییرات ایجاد کنه، یه ذره زمان بره. یعنی یه واده زمانی 5-6 ماه رو باید با این آدم سر کله بزنید. اما چیزی که هست ثبات توی ذهنیت این آدم من میبینم، یعنی جایگاه شما یه جایگاه به درد نخور تو ذهن این آدم نیست، با شما به جدی شدن داره همه جوره فکر میکنه، اما یه ذره خب زمان میبره. آیا در نبود شما این آدم با کس دیگه هم تو رابطه هست؟ این هم بگیریم ببینیم آیا در نبود شما این آدم به سمت کس دیگه متمایل شده، کسی رو تو زندگیش راه داده؟ یک بلایی سر بچه مردم آوردید، 20 سالم اگر پیشش نباشید این به سمت کسی دیگه فکر نکنم جرأت کنه. نه ببینید کاملا میگه توی مودیه که یک شخص برای شمشیر کشیده که احتمال خیلی قوی شما هستید، مخصوصا اگر خودتون خانم هستید. میگه شمشیر کشیده، قلب ها شکسته، ناراحتی، اشک، آه، فاصله احساسی و الان یه فاز کنارگیری رو این آدم داره. دلش میخواد که بیاد حرف بزنه، دلش میخواد که صحبت کنه. برای یک دسته بالایی از شما نه، کسی رو وارد رابطه نکرده مگر اینکه میدونید طرف همسر داره، یعنی توی رابطه مثلثی هستید اونجوری آره، ولی برای دسته بالایی یعنی 60-70% تون من نمیبینم که کسی رو آورده باشه. در اصل داره با دور و بریاش هم در مورد شما صحبت میکنه، یعنی از زیباییتون میگه، از قدرتتون میگه، از تواناییاتون میگه، حالا با دوستاش با خانواده‌اش داره حرف میزنه، از اینکه شما ازش کناره‌گیری کردی، شما روی خوش بهش نشون نمیدی، شما فاصله گرفتی، شما آدم زرنگی هستی. داره در مورد اینا به شدت صحبت میکنه و چیزی که دارم میبینم اینه که نه، کسی رو توی چیز نیاورده با خودش، یعنی وارد رابطه جدید نشده، اعتماد به نفسش ولی در مقابل شما بسیار ضعیف و پایینه. بسیار خوب، امیدوارم که بهترین های خدا براتون رقم بخوره و هرچه انرژی خوب و زیباست سر راه تک تکتون قرار بگیره. اگه خوشت اومد، اگه دوست داشتی، اگه جواب سوالهای ذهنیت رو گرفتی، حتما لایک پست رو بزن، پست رو برای دوستانت ارسال کن تا این انرژی زیبا بتونه برای افراد بیشتری تاثیرگذار باشه. تا یک انرژی خوانی دیگه در پناه نور و حق باشید.